آقای مهندس مگه پولیش متر 20 تومن نبود؟ بله چطور؟ پس چرا کلا 10 متر کابینت من شده 350 تومن؟ خیلی عصبانی. این آبو شما میل کنید بعد بهتون میگم که 10 متر کابینت چرا شده 350 میلیون. اول از هر چیزی من به شما بگم که 1 متر کابینت چطوری محاسبه میشه. 1 متر کابینت زمینی با ارتفاع 86 سانت، 1 متر کابینت دیواری با ارتفاع 70 سانت استاندارد. حالا طراحی شما چطوریه؟ ارتفاع دیواری 120 سانته که مازاد این روی فاکتور شما اعمال میشه. ما توی طراحی شما اومدیم چیکار کردیم؟ بعضی از قسمت‌ها رو اومدیم کمدی کار کردیم. ضریب 3 میخوره. یعنی چی؟ یعنی 3 برابر قیمت کابینت زمینی. مورد بعدی همین اکسسوریایی هستش که توی کابینت مثل این جای ادویه‌ای و مثل این جای قاشق و چنگال استفاده میکنیم ولی به چش نمیاد. اینا هم توی قیمت تاثیر میذاره. ما برای اینکه بتونیم بدنه کابینت شما رو پوشش بدیم باید از نما استفاده کنیم. نما همون جنسیه که روی درهای کابینت شما استفاده میشه و این به صورت جداگانه محاسبه میشه. و از همه مهمتر حمل و نصب کابینت شماست که 10% به ارزش کل قرارداد شما اضافه میکنه. به خاطر همینه که فاکتور شما شده 350 میلیون. راضی شدین؟ بله متشکرم.